اولین جلسه یک ترم وقتی که دکتر محمود بهزاد پاشو گذاشت توی کلاس، گفتش که این ترم زیست شناسی درسمونه. مغز انسان از 1150 گرم تا 1350 گرمه. اون وقت گفتش که زنها از 1150 گرم تا 1250 گرمه، مردها از 1250 گرم تا 1350 گرم، یعنی مال مردها 100 گرم اضافه تر از زنها هستش. تا اینو گفت پسرها، پسر دختر خب پلو هم نشسته بودیم دیگه، یه چند تا از پسرها خیره شدن اینجوری برگشتن به دخترایی که پلوشون نشسته بودن و یه لبخندی و مثلا که ما 100 گرم وزن مغزمون بیشتره. دکتر محمود بهزاد این صحنه رو که دید گفت وزن مغز زن نسبت به وزن مغز مرد 100 گرم کمتره وزنش، اما میزان فعالیت و سلول ها و شناسایی و درک سلول های زن خیلی از مرد بیشتره. این دفعه دختر برگشتن به پسرها. این یادم مونده از کلاس زیست شناسی، تفاوت زن و مرد.